فواره و میبینیم باز تو دور میخوریم به طرف جاده نادر پشتون شهر کابل و از جاده نادر پشتون یک دیدن می داشته باشیم. در ادامه ویدیو دوستان عزیز همراه ما باشین، فواره ها ببینیم، زیبایی هایش ببینیم. آدم واقعا لذت میبره. این دوستان عزیز کردیم سلو دور بزنیم. خب دوستان نهایت گرامی همونطور سلو میریم به طرف فروشگاه و این بازار میوه فروشگاه هست دوستا. در تصویر بیننده هستین. حالا بازار کم هم هست دوستان عزیزم، دلیلش چی هست؟ اما بازارش قدر جمع. سلام درود نصار شما خوبان عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و زندگیتان هم به خوبی و خوشی سپری شود. پاکا تو نمی پیش روی مامتو راه میره. دوستان نهایت گرامی و عزیز، فواره آب روشن شد و ما هم آمدیم که از فواره آب دیدن داشته باشیم. میریم دوستان عزیز فواره و میبینیم باز تو دور میخوریم به طرف جاده نادر پشتون شهر کابل و از جاده نادر پشتون یک دیدن می داشته باشیم. در ادامه ویدیو دوستان عزیز همراه ما باشین، فواره ها ببینین، زیبایی هایش ببینین. مردم میاین هم میگین اون وقت عکس میگیرن. شهرم خوب بیربار از دوستا، بیربار شهرم زیاد هست. خارجی بود. این طرف بولانی فروش ها هستن دوستا. فواره آب دوستان عزیز و چهار راهی پشتونستان شهر کابل. میبینین چقدر بیربار از دوستان عزیز. دایمانه من پروژه شهر نه دایمانه. چقدر صدای بیادر ما بلند بود. میبینین دوستا همه که اومده به عکس گرفتن، عکس میگیرن. چه صدایی داره دوستان عزیز، چقدر دلپذیر هستی صدا و این طبیعت و این زیبایی. آدم واقعا لذت میبره. این دوستان عزیز کردیم سلو دور بزنیم. طرف سنگار رو میبینیم که اینجا میشینن و عکس میگیرن. اونو بیادر ما اونو داله عکس گرفتن هست. بادرنگ اشتیا داریم دوستان عزیز، بادرنگ های وطنی و دوباره فواره آب دوستان عزیز. این دوستان عزیز مسیر باد که هر طرف باشه باز آبش همون طرف میزنه. این مثلا این طرف بوده مسیر باد و آبش آورده این طرف هست. نظارت مالیه رو میبینین در تصویر. اینجا دوستان جنراتورها و ماشینالات همین فواره آب است. چقدر تازه از این طرف دوستان نتیجه آب میره دوباره. دوستان از بین به جای فواره به جای جاده نادر پشتون از راه فروشگاه بریم بازار فروشگاه را یک چکر ببینیم. باز جاده نادر پشتون ان شاءالله در یک ویدیو جداگانه ببینیم.
دیوارم خیلی زیاد هست. بریم شرکت این طرف فروشگاه میره دوستان عزیز. اون ساختمان اون طرف فروشگاه. این ساختمان هم بلند بالا هم دوستان عزیز هنوز کارش مکملا تکمیل نشده و هنوز در حال ساخت و ساز هست. خب دوستان نهایت گرامی همونطور سلو میریم به طرف فروشگاه و این بازار میوه فروشگاه هست دوستا. در تصویر بیننده هستین. حالا بازار کم آمد دوستان نظرتون دلیلش چی هست؟ اما بازارش قدر جنب و جوش نداره دیگه روزا بود. سیب ببینید سیب دوستان عزیز چطور سرخ بود. اما تو خوبش بود حتی تازه. هر دنگی مچره دکانه این دوستان عزیز رواش هم آمده. رواش دوست دار میبینید چه یک رواش های هم هست. این هم دوستان عزیز است سیراهی فروشگاه که در تصویر دوستان عزیز دیدین. طرف هم دکان‌های فروشگاه هست که میبینید دوستان عزیز. خب دوستان نهایت گرامی و عزیز انشاءالله که از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال هم چنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همگیتان به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همگیتان. کمک کنین از خیر آقا میریم تو چه کنم